سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من جکسو هستم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. هم اول ویدیوام گفتم، دوباره هم میگم خیلی خوش اومدید به این ویدیو جدید از چنل خودتون. دوستان من اومدم با سنسیتیویتی خیلی خفن دوست داشتنی. دوستان این سنس واقعا دوست داشتنی. هر چقدر این سنس نگذرید از خودتون میگذرید. نفهمیدم چی گفتم ولی آره همینه. خب بچه بریم سراغ این سنسیتیویتی. بچه من بساتون همیشه این ویدیوهایی میذارم. خب ویدیو داشتم میگفتم میخواستم ویدیو رو استاپ کنم که اس کنم. خب بچه واسهتون ویدیو میذارم، بعد اینکه واسهتون ویدیو میذارم که بچه الان این لونفاف اسم میکنیم و میریم که بهتون این سنس رو نشون میدیم. این سنس خوبه یا ببینیم بعد بریم که سراغ ویدیو. لیتس گو. دوستان همونطور که ببینید اومدیم. بچه اسنایپ گرفته. واقعا نمیفهمم اینا پلیرها چی درک میکنن که اسنایپ بیان ور میدارن. باشه من ویدیو رو استاپ میکنم که ببینم اسنایپ نه. خب دوستان همونطور که میبینید دو دست باختم. از عمد باختم که باشه موقع قوی نیست. خب باشه همونطور که میبینید واقعا گوشیم شارژ نداره. هر چی سریعتر باید این ویدیو رو تموم کنم. باشه ویدیو شورت تبدیلش میکنم. باید داشته تو بخور نوش جونت. باشه به شورت ویدیو تبدیلش میکنم. واقعا گوشیم شارژ نداره. خب بریم که پیج بعدی هم بخوریم. پس کلیم بدبخت. بچه واقعا این ویدیو سنسش خیلی خفنه دیگه. یه لحظه دیدم گوشیم 2% داره. بچه یه دنس هم بزنیم برای سنس. خب بریم دوستان که سنس رو بهتون نشون بدم. بچه این از سنس خیلی خفنه. داکیومنتری هم بذارید روی 48. بعد دیگه همین دیگه. بچه خدا نگهدارتون. سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من جکسو هستم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. هم اول ویدیوام گفتم، دوباره هم میگم خیلی خوش اومدید به این ویدیو جدید از چنل خودتون. دوستان من اومدم با سنسیتیویتی خیلی خفن دوست داشتنی. دوستان این سنس واقعا دوست داشتنی. هر چقدر این سنس نگذرید از خودتون میگذرید. نفهمیدم چی گفتم ولی آره همینه. خب بچه بریم سراغ این سنسیتیویتی. بچه من بساتون همیشه این ویدیوهایی میذارم. خب ویدیو داشتم میگفتم میخواستم ویدیو رو استاپ کنم که اس کنم. خب بچه واسهتون ویدیو میذارم، بعد